بعضی روزا هست فرهنگ های دیگرا هست، روز زن، روز مادر، روز طفل، روز فلانی. چند روز پیش در یکی از رادیوها مرا تقاضا کرده بودن، یک خانم بود از حقوق زن و از حقوق بشر دفاع میکرد به نام انارکلی هنریار چطورکایی، بسیار روز زن توصیف میکرد. من گفتم امی هم از سادگی و عاجزی و بیچارگی زن است که مردا بازی دادشان 364 روز مرگ گرفتن، یک روز زن ساختن. اگر من یک کسی بگه که بر روز مرد تجلیل میکنه، من گفتم بعد میکنی یک روز مرد، چی کنم یک روزه ده بس یک سال یک روز من، کل روزا روز من است، کل شب ها شب است، کل روزا روز خداست. من بنده خداستم، همیشه باید روز ما باشه. چرا روز زن مثلا در غرب است؟ چرا روز مادر در غرب است؟ چرا روز پدر در غرب است؟ چرا روز طفل در غرب است؟ به خاطر که در غرب ورشکستگی در فامیل صورت گرفته. چرا؟ بچه جوان وقتی که جوان شد یا از خانه خودش میره یا پدر خود در بین موتر میشنه راستن میبرش در کمپیرخانه. پدر جان تو پیر شدی برو در کمپیرخانه اونجا زندگی کن. مادر جان تو کمپیر شدی به درد ما نمیخوری برو در کمپیرخانه. وقتی که مادر و پدر در کمپیرخانه روان کرد این بیچاره خود غم از به خاطر که میگه دلش نکفه یک روز به نام روز مادر ساختن که باز اونجا یک دستگل پیشش ببره. اما ما مسلمان ها چه مجبوریت داریم به روز مادر؟ چون همیشه مادر ما در پالوی ماست. 24 ساعت مادر خود احترام میکنیم. اگر مادر و پدر ما احترام میکنیم، خدای عزوجل گفته ولا تقل لهما اف، در مقابل مادر و پدرت اف نگو، احترامش بکن. واخفض لهما جناح الذل، بالهای ذل. یک عالم میگه مرغا که جنگ میکنه یک دو تا خروسا وقتی که بسیار مانده شد باز بالای خودم کشال میکنه، یعنی من تسلیم هستم دیگه. میگه تو در مقابل مادر و پدرت مثل اینه میواره، اما تو بالایت همیشه بگو مادر جان پدر جان، هر چی که گفتی به سر چشه. پس چی ضرور است که ما روز پدر یا روز مادر داشته باشیم؟ اطفال بدون لاوارث و بی پدر و بی مادر هستن. میگه برازی هم یک روز بتین باز پدرها برن برازی یک دستگل ببرن که طفل بی مادر و بی پدر باز هم در زندگی متاثر نشه.